دو تا ولت تونکیپر توکن انتقال بدیم. برای این کار من وارد ولت مبدأ میشم، یعنی از این ولتی که میخوام توکن انتقال بدم به یه ولت دیگه. از گزینه‌های بالای صفحه سند رو میزنم، یعنی میخوام توکن ارسال کنم به یه ولت دیگه. اولین چیزی که میخواد از من تو این صفحه، تو این کادر، آدرس ولت مقصده. بنابراین باید وارد حساب دیگه‌ام بشم که میخوام بهش توکن انتقال بدم. و اگر قرار این انتقال رو برای حالا دوستم انجام بدم یا کس دیگه‌ای، آدرس ولتش رو باید داشته باشم، یعنی برای من باید آدرس رو ارسال کنه. در هر صورت من وارد ولت دیگه میشم، ولت مقصد. اینجا باید ریسیو رو بزنم، یعنی میخوام توکن دریافت کنم. ولی به طور کلی توی یه ولت ما یه آدرس داریم. هر توکنی که میخوایم دریافت کنیم، چه توکن داگز باشه، نات کوین، چه تون کوین، یو اس تی، هر کدومو که من بزنم یه آدرس مشابه به من میده که میشه همین آدرسی که در صفحه اصلی شما دارید. روی یه اکانت تونکیپر شما یه آدرس دارید و از همین آدرس برای دریافت توکن استفاده میکنید. پس من این آدرس رو توی ولت مقصد کپی میکنم، برمیگردم به ولت مبدأ. دوباره اینجا سند رو میزنم و آدرس رو اینجا قرار میدم. کامنت هم نیاز نیست چون این انتقال بین دو تا ولت تونکیپر میخواد انجام بشه. اینجا کانتینیو رو میزنم. اولین کاری که باید بکنم انتخاب توکنه. چه توکنی میخوام ارسال بکنم؟ تون کوین یا داگز؟ من میخوام داگز انتقال بدم به یه ولت دیگم و اینجا باید مقدار رو وارد کنم. یا مقدار رو وارد کنید اگر مشخصه، یا اینکه میخواد همه موجودیتون رو انتقال بدید، اینجا مکس رو بزنید و بعد کانتینیو. یه گزارش کار به شما میده و فی شبکه رو مشخص کرده، کارمزدی که باید پرداخت کنید، که این کارمزد رو میتونید هم با تون کوین پرداخت کنید یا با شارژ باتری. هر کدوم که آماده بود توی ولتتون داشتید. اگر از قبل باتری رو شارژ کردید از همون استفاده میکنه، یا اگر شارژ باتری ندارید و تون کوین دارید بازم از همون استفاده میکنه و این کارمزد رو برای شما پرداخت میکنه. کانفرم اند سند رو اگر بزنم این و تایید میکنم، اثر انگشت یا رمز رو وارد میکنم و این انتقال برای من انجام میشه.